آیه دکتر، هر دور که مذاکرات کش میاد شرایط برامون سخت‌تر میشه. بهتر نیست با شرایطی که همین الان داریم سر کنیم و دور ادامه مذاکرات رو خط بکشیم؟ کی همچه میگه انگار مقام دلش برای مذاکره شده اینقدر. نخیر، بیچارگی استراتژیکی بدبخت رو کشونده پای میز مذاکره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که به مشنگه گفتن تو دریا داری غرق میشی، یه کوسه هم گذاشته دنبالت، چه کار میکنی؟ گفت خب میرم بالای درخت. بهش گفتن مشنگ تو دریا که درخت نیست. گفتش که نیست که نیست، من مجبورم. میفهمی؟ مجبورم. روشن شد یا بذارم که بری بالا درختت؟ روشن آقای دکتر، یه خورده خیشتنداری از کنید. چی؟ این کتف قربونو دارم، کیسه بوکس که نیست. آقای دکتر، من از نظام الهیمون خیلی شکارم. تو راستی آزمایی تقریبا هر دفعه مورد داریم. منظورم لو رفتن اون هیئت هسته‌ای کره شمالی که اومد تهرون. ما که نمیتونیم این چیزا رو مخفی کنیم، بمبم میخوایم، خب خراب میشه دیگه. خب به جای این همه خفت و خاری از روسیه یا از همین کره شمالی یکی دو تا بمب شیک و آماده بخریم که یه کمی جون بگیریم، بعد بریم تو مذاکره که حرفمون برو داشته باشه. دکتر محکم بشین تا یه دوره استراتژیکی با هم بزنیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفهمودن که مشنگه تو باغ وحش با گوریله بازی میکرد، هیدش برای شکلک‌های مختلف در میآورد و گوریله هم تقلید میکرد. یه مرتبه گوریله با مشت گذاشت پا چش طرف، همچین که با دنده کمکی بلندش کردم. شاکی رفت پیش مدیر باغ وحش، گفت گوریلت منو زده. مدیر گفت گوریل من بی خودی کسی رو نمیزنه، چه کارش کردی؟ مشنگه گفت هیچی، حرکات مختلف داشتم میکردم، اینم تقلید میکرد. همین که اینطوری کردم محکم گذاشت پا چشم که رب و ربم یاد کردم. مدیر گفت آخه قربت برم، این حرکتی که تو کردی این بدترین فوش تو زبون گوریلیه، تقصیر خودت بوده. طرف دید شکایت فایده نداره، رفت که خودش انتقام بگیره. یه فکر بکر کرد، 2 تا چاقو گرفت، یه چاقوی کامل با یه چاقوی بدون تیغه، ورداش رفت پیش گوریل، چاقوی کامل رو داد دست گوریله، چاقوی بدون تیغه رو خودش برداشت، شروع کرد به شکلک در آوردن و گوریله هم تقلید میکرد. دست آخر چاقوی بدون تیغه رو محکم کوبید تو شکم خودش که گوریله چاقوی با تیغه رو بذاره تو شکم خودش، ولی گوریله خونسرد چاقو رو گذاشت کنار، اومد جلو و یه اینجوری واسه طرف کرد. روشن شد یا همچین بذارم که بریم و گوریل باغ وحش چاقوکاری بکنیم. آیه دکتر بزن با هر بار برای برنامه نامه‌های زیادی از بسیج سپاه میرسه که چون نه شما وقت مفت دارین نه من، همه رو پاره میکنم میریزم دور. خوب کاری میکنی، ندید همه رو بریز دور. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که به مشنگه گفتن راسته که تو هر وقت باهات حرف میزنن اول فوش میدی بعد سوال میکنی. گفت نه غلط کرده، کی گفته؟ اما یه نامه با اسم مستعار جدید آکو رسیده که چون اسمش برام جالب بود میخونم. مردشور جدید بودنشو ما اگه بازرسی ها و بازجویی ها رو بپذیریم به چند تا مهره 2000 مثل شمخانی و فیروزآبادی و نمیدونم کی و کی ختم نمیشه. فردا میان خود من یا زبونم لال مقام عظما رو میخوان، اون وقت چه خاکی تو سرم بریزم؟ چون همشون حداقل حفظ اطلاعات باید از بیخ و بم باشه وگرنه لو میره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن یارو از خونه اومد بیرون سر خیابون تاکسی گرفت، راننده گفت کجا میری؟ یارو گفت ناکس، من به بابام نگفتم کجا میرم، به تو بگم. روشن شد یا همچین بذارم که بری تاکسی بگیری سر خیابون. جواب آکو چی میشه؟ اون خاکی که میخواد بریزه تو سرش آره میگه دیگه. دیگه. اگه خاک عالم هم بریزه تو سرش کمه. میدونی آکو کیه که؟ مشاور مقام عظما علی اکبر ولایتی مشنگ که خودشو داخل آدما کرده، داشتن اسبای پادشاه رو نعل میکردن، سوس که اومد پاشو گرفت بالا. اما این که بازرسی‌ها داره به جای باریک میکشه، آره دیگه اوضاع درست خیلی ناجور شده. میان سراغ مقام عظما، ایشون رو به دیوار میکنن، عبا و عمامه و ردا و قبا همه رو میکنن، ایشون رو حسابی میکاون اون وسط. ولی
مقام عظما دکتر بازرسی رو قبول نکردن، چه برسه که بخوان خودشونو بازرسی کنن، مگه میذاره؟ چه دل خوشی داری. وقتش که اوضاع خطری بشه همچی میفرمان غلط کردم با جد و آباد امام و فلان که ببینی چه کار میکنه. زمان گروگانگیری یادته؟ یادم، آتش بس هم که یادته. یادمه. خب دیگه الانم همین که اطلاف گفت ما دست بسته نمیمونیم، ترمز دانده عقب دور درجا، عقب نشینی آسانسوری، نه آسانسور سالم، آسانسوری که سیمش قطعه. تو گول قمپوزا و چپ زدنهای کشکی ولایتی رو نخوری. یا دوست مرحوم ابوی همیشه میگفتن که یه همسایه داریم یه بار با موتور تو خیابون داشت میرفت، راهنمای چپ زد اما پیچید به راست، ما هم با ماشین از پشت محکم کوبیدیم بهش. پیاده شدیم گفتیم مرد حسابی راهنمای چپ میزنی چرا میپیچی به راست؟ گفت آدم هیچی نفهم، من راهنمای چپ میزنم، تو بعد 30 سال همسایگی شعورت نمیرسه که خونه ما سمت راسته؟ روشن شد یا بذارم که بعد 30 سال خونتو بری چپ و راستش رو گم کنی؟ آقای دکتر قربونت برم، حرفای استراتژیکی شما رو باید با خط طلا بنویسن و بزنن تو سر، ببخشید، بزنن بالای سر مقام عظما. الحق آدم در میمونه که نظام با داشتن یه استراتژیستی مثل شما چرا مثل خر لنگ تو گل گیر کرده. آقای دکتر این شیخ فری هر چی میزنن تو سرش کوتاه نمیاد و از اون حنجره دشمن پسند میگه مقام عظما چیکاره است، من منتخبم. این چه خیال کرده؟ مقام عظما چی خیال کرده که میاد جوک میگه؟ من فکر کنم زبون لالی یک مرض استراتژیکی گرفتن. من که خیلی میترسم. سربسته بهت میگم که مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو به دکتر خانوادگیشون زنگ زد، گفت دکتر بابام حالش خیلی بده، بیای معاینش بکنی. دکتر گفت من پرونده بابا تو خوندم، چیزیش نیست، خیالاتی شده، فکر میکنه که مریضه، جای نگرانی هم نیست. بعد یه هفته دکتر زنگ زد به پسره گفت بابا چطوره؟ حالش خوبه الان؟ یارو گفت والا نمیدونم آقای دکتر، از دیروز تا حالا فکر میکنه که مرده. آقای دکتر از شما تشکر میکنم که این هفته ما رو با بحث های استراتژیک خودتون پر کردید. ولی ازتون خواهش میکنم که این حرفی رو که راجع به مقام عظما زدین که فکر میکنین ایشون فکر میکنن مرده رو پس بگیرین. این حرف رو به مقام عظما بعد از فروش پس گرفته نمیشه. تو بودی که داشتی استراتژی منو با خط طلا میزدی تو سر مقام عظما، تو بودی که این بدبخت بیچاره رو همینجوری فهرست کردی. من هرچی هم میگم تو باید تصدیق کنی. چی تصدیق تو استراتژیست نظامی، تو باید مقام عظما رو از این بدبختی